ببین صبحمون رو باید با چه ماشین بدریخت و زشتی شروع بکنیم. آخه لامصب چطوری دلت اومد 2 تومن پول جای این بدی؟ حتی اگه پوله هم دزدی بود نباسی اینو میخریدی. ال90 که ال90ش بود به خاطر دوام و کیفیتش بود. این آخه اون موتور هم دیگه نداره، ظاهرش هم طراحیش هم که انگار یه بچه 2 ساله اومده مثل یه پازل چیدتش به هم دیگه. حالا اگه شما بودیم با 2 تومن چی میخریدیم؟ ببین صبحمون رو باید با چه ماشین بدریخت و زشتی شروع بکنیم. آخه لامصب چطوری دلت اومد 2 تومن پول جای این بدی؟ حتی اگه پوله هم دزدی بود نباسی اینو میخریدی. ال90 که ال90ش بود به خاطر دوام و کیفیتش بود. این آخه اون موتور هم دیگه نداره، ظاهرش هم طراحیش هم که انگار یه بچه 2 ساله اومده مثل یه پازل چیدتش به هم دیگه. حالا اگه شما بودیم با 2 تومن چی میخریدیم؟